بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، موضوع امروزه ما درباره غضب خواهد بود و تعلیمی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما در این باره ارشاد فرمودند. پیش از همه گفتنی هستم دوستان گرامی که اسلام عزیز و من شما، اسلام عزیز کارخانه انسانسازی است، یعنی انسانیت را می سازد و چی در گفتار و چی در رفتار و چی در کردار انسانها اهمیت خاص می دهد و تعلیم های خاصی دارد. حالا ببینیم که در این حدیث زیبا جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه برای من و شما یک درسی را می آموزد که در زندگی برای من و شما خیلی منفعت های زیاد دارد. عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. حضرت ابو هریره روایت میکند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مرد نزد پیامبر گرامی آمدند و گفتند که یا رسول الله بر من نصیحتی کن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در جواب این نفر گفتند که از غضب بپرهیز، غضب نکن. این مرد تکرار کردن سؤال خود را. پیامبر خدا در جواب هم همین جواب اول را تکرار کردن که غضب نکن، از غضب بپرهیز. دوستان گرامی قدر، حالا ببینیم که سرآغاز در این حدیث، نقطه اولی که در این حدیث هست، صحابه گرامی نزد پیامبر می آید و از پیامبر طلب نصیحت می کند و این در حقیقت درس است و شریعت هم برای ما این آموخته است که اگر چیزی را که نمیدانیم باید از دانشمندان، از عالمان دین خود پرسان شویم. در قرآن کریم الله مهربان میفرماید که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. شما از فقیهان خود، از دانشمندان خود بپرسید آن چیزی را که نمیدانید. و ببینیم که صحابه در عمل نشان میدهد، نزد پیامبر می آید و میگوید که یا رسول الله بر من نصیحتی کن. و وقتی که صحابه نیاز به نصیحت دارد، ما که بر اولا نیاز بر نصیحت داریم و کوشش کنیم که سوالهای خود اگر چیزی در فکر ما می آید، کدام شبهه یا کدام کمبودی که در حیات خود داریم، از دانشمندان دین او را پرسان شویم تا اینکه در زندگی خود موفقیت به دست بیاوریم. و نقطه دیگر که امام حسن بصری زیبا میفرماید که لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. اگر نصیحتگران نباشند، عالمان نباشند، حتما که انسانها در درجه چارپایان میافتند، بر یکدیگر میافتند، بر یکدیگر جنگ و جدال میکنند، با کشتار و با زیستگویی حیات میبرند. به این خاطر این نصیحت فایده زیاد دارد و دین ما هم دین نصیحت است. اگر کدام کمبودی داریم حتما که از دانشمندان و کمبودی خود را پرسان شده برطرف کنیم. این یک نقطه حدیث، یک فایده که برای ما از این حدیث بردار میکنیم، از این حدیث به خود کسب میکنیم. و دیگر درسی که در این حدیث است که موضوع ما سر این است، درس غضب است. دوستان گرامی قدر، غضب دو ترتیب، دو قسم ضرر دارد. ضرر اول که ضرر زبانی هست و ضرر دوم ضرر فعلی هست. ضرر زبانی این است که یک نفر اگر غضب میکند و میبینیم که در این روزگار ما چی بسا زیاد گشته است، حتی نفرها از همسران خود جدا میشوند در حالت غضب، کلمه طلاق را بر زبان میآورند. و این چنین میبینیم که در حالت غضب با برادر خود، با خویش و تبار خود، با همسایه خود یک سخن درشت و زشت گفته می شود و سالها که با یکدیگر صحبت نمی کنند یا از یکدیگر قطع رابطه کردند. این ضرر زبانی هست. و ضرر عملی باشد، می بینیم که نفران در حالت غضب خود را کنترل کرده نمی توانند و با یک نفر دیگر ضرب و لط و کوب می کنند و این چنین کار تا جای رسیده هست که به قتل رسانیده می شوند نفران دیگر از دست غضب. و چی بسا امروز در زندان ها می بینیم که نفران از کار خود پشیمانند در این حالت غضب، یعنی یک نفر را به قتل رسانیدن، یک نفر را لط و کوب کردند، جراحت برداشته تا اینکه زندانی گشتند.
دوستان گرامی قدر، حالا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای من و شما تعلیم میدهد، درس میدهد که ما از این حالت باید بیرون شویم. طبیعت انسانی است، خواه ناخواه از انسان رخ می آید، یعنی سر میزند، یکی غضب، یکی غم، یکی خوشحالی، این از طبیعت انسان است. اما پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این غضب که انسان را پیامدهای بد می آورد و حسرت و ندامت دارد، می خواهد که این عمل را از ما دور کند. اگر غضب کردیم، در چند حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم علاج این را، درمان این را برای ما می آموزد. یکی از حدیث هایی که در نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در صحیحین است، این حدیث صحیح است، دو نفر به یکدیگر در میافتند، یک نفر بسیار هم غضب می کند و سرخ می شود از دست غضب و نفر دیگر را دشنام می کند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید که من کلمه ای رو میدانم که اگر این نفر بر زبان بیراند حتما که غضبش فرود می آید و این کلمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم است که به سوی خدا پناه میبرم از شر شیطان. و اگر نفری از ما هم که این چنین حالت غضب بر ما رخ دهد، حتما که این تعلیم پیامبر صلی الله علیه و سلم رو استفاده کنیم و از این کلمه که پیامبر برای ما آموخت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در حیات خود در حالت غضب این را استفاده کنیم. دوم علاجی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما می آموزد این است که اگر یک نفر غضب می کند، اگر راست ایستاده است نشیند، اگر نشسته است بیند که به نشستن غضبش فرود نمی آید دراز کشد، زیرا اگر نفری که در راست ایستاده است شاید یک عکس العمل نشان دهد در حالت غضبش و خودش درک نکند و اگر نشیند یا دراز کشد این غضب پایانتر می شود. دوم تعلیم پیامبر صلی الله علیه و سلم برای کسانی که در این حالتن، در حالت غضب قرار میگیرند، یعنی نشستن است، اگر به نشستن هم که غضب خاموش نشد دراز کشد. سوم نقطه ای را که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای من و شما تعلیم میدهد این است که اگر نفر غضب میکند وضو بگیرد و همچنین مثل هم زدن که همچنانه که آب آتش را خاموش میکند، وضو گرفتن، طهارت گرفتن غضب را خاموش میکند. و نقطه از همه مهمتر این است که یک نفر اگر در حالت غضب قرار میگیرد باید که الله مهربان را در یاد بیاورد و همون پیامدی که این غضب میتواند بالای سر انسان بیاورد، یا از همسر خودش جدا میگردد یا با یک نفر زن و زنی میکند و این که گناه است، و این پیامد را به خاطر بیاورد و از غضب الله مهربان بترسد و خود را از این حالت بیرون کند. این بود دوستان گرامی قدر چند نقطه‌ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما تعلیم دادند. در حقیقت این سازندگی هست که یک انسان را می سازد و حسن خلق انسان را، اخلاق حمیده انسان را نشان می دهد که یک نفر خود را در حالت غضب باز بدارد، یعنی غضب نکند، خود را کنترل کند در این حالت. این یک اخلاق مسلمان را نشان میدهد. و ببینیم که اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم که حضرت انس روایت میکند که من 10 سال در خاندان پیامبر صلی الله علیه و سلم به وای رسانیدم، باری هم منو سختگیری نکردند که یک کاری را چرا کردی و یک کاری را چرا ترک کردی. این بود اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم که دیده میشد که برای کارهای دنیوی غضب نمیکردند، انسانها را نمیرنجانیدند. پس یکی از دعاهای دیگری پیامبر صلی الله علیه و سلم این چنین بود که اسألک کلمة الحق فی الغضب والرضا، خدایا سوال میکنم، مسئله دارم که در حالت غضب و در حالت آرامش کلمه حق را بر زبان من جاری بگردان. دوستان گرامی قدر این تعلیم پیامبر خدا را در زندگی خود استفاده کنیم و در حقیقت کسی که از غضب خودش را باز می‌دارد از خیلی زیاد کارهای شری و بدی زشتی خود را باز داشته است و انشاءالله که سعادتمندی این دنیا و آخرت خواهد بود. شما را به الله منان می‌سپارم و الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله.